با سلام و درود خدمت همه عزیزانی که صداشون ارزشمندترین دارایشون است. دکتر سیروان سواره هستم، آسیب شناس صدا. در این پست میخوام براتون توضیح بدم که چه اتفاقی میفته که تارهای صوتی از حالت تیون خودشون خارج میشن و سیستم بیومکانیک حنجره دچار تنش میشه و تاثیرات منفی روی صداسازی اعمال میکنه. ببینید شما میتونید تارهای صوتی رو مثل یک سازی در نظر بگیرید، مثلا ساز پیانو. اگر شما یک ساز پیانو داشته باشید، هر چند وقت یک بار شخصی میاد و این ساز رو برای شما کوک میکنه و اگر بدونید ساز پیانو تحت تاثیر تغییرات دمای محیط قرار میگیره و همون نوازندگی که باهاش انجام میشه. اما تارهای صوتی تحت تاثیر محرک ها و عوامل بسیار زیادی دچار آسیب میشه و به شدت مستعد آسیب هستش. از این عوامل میتونیم به ریفلاکس، ترشحات پشت حلقی، آلرژی، آلودگی هوا، مصرف دخانیات، کافئین، الکل و موارد خیلی زیادی اشاره کنیم. اتفاقی که میفته این هستش که وقتی سیستم صوتی، برای مثال تارهای صوتی تحت تاثیر مثلا ریفلاکس قرار میگیره، شما فرض کنید که اسید معده‌ای که گوشت رو حل میکنه برمیگرده و روی تارهای صوتی میشینه و به شدت تارهای صوتی رو مستعد آسیب میکنه و ضعیف میکنه. حالا شما که متوجه این تغییرات نمیشید، چون این تغییرات خیلی تدریجی هستن، شما حین صداسازی، حین تمرینات، حین خوانندگی دقیقاً همون بلندی و همون زیر و بمی رو که قبلا انتظار داشتید از تارهای صوتی استفاده میکنید و این باعث میشه که تارهای صوتی که در اون حالت آسیب پذیر شده نتونه در واقع اون نیاز شما رو جبران کنه. برای همین یک فشاری رو که شما بهش اعمال میکنید رو میاد از یک سری از عضلات دیگه جبران میکنه که اون آسیب رو جبران کنه و بتونه اون نیاز شما رو برآورده کنه. و به تدریج این اتفاقی که میفته در واقع سیستم صوتی و تارهای صوتی رو وارد یک سیکل معیوب میکنه. یعنی هر چه زمان میگذره آسیب‌هایی که از این محرک‌ها ایجاد شده بیشتر میشه، شما فشار بیشتری به تارهای صوتی وارد میکنید و تارهای صوتی هم از اون عضلات اطراف که به صورت نامتقارن مجبور از اونها استفاده کنه، اون فشار رو از اونها بیشتر میکنه و به تدریج کم کم بیومکانیک حنجره دچار یک عدم تقارن و عدم قرینگی میشه و از حالت درست خودش، تیون خودش و نرمال خودش خارج میشه. کاری که ما میکنیم این هستش که مجدداً این ساختار رو مجدداً کوک میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میایم اون فشاری که به عضلات اطراف وارد شده رو با منوال تراپی دوباره اون فشار رو و اون فشاری که وجود داره رو کاهش میدیم و مجدد تارهای صوتی رو به حالت درست و نرمال خودشون برمیگردونیم که بتونید مجدد از سیستم صوتی و از تارهای صوتتون به نحو احسن و بدون فشار و گرفتگی استفاده کنید و باعث میشه که حجم صداتون افزایش پیدا کنه و حتی دامنه صوتتون هم که تحت تاثیر این دوره و این سیکل معیوب تحت تاثیر قرار گرفته دوباره برگرده و حتی افزایش پیدا کنه. از طرف دیگه در متون علمی وایس تراپی خواننده‌ها رو ورزشکارای صوتی معرفی میکنن، یعنی به اندازه ورزشکارها و حتی بیشتر، چون عضلات حنجره ما اولا تعداد بسیار زیادی دارن و اینکه عضلات بسیار ظریفی هستن و نیازمند کنترل حرکتی به مراتب دقیق‌تر و پیچیده‌تر و ظریف‌تری هستن. یعنی به نسبت یک فوتبالیست، یعنی به لحاظ اسکلتی عضلانی یا عصبی عضلانی اگر بخوایم مقایسه کنیم، خواننده‌ها اتفاقا فشار بسیار بیشتری رو تحمل میکنن. اما مثلا ما در تیم‌های فوتبال فیزیوتراپیست هایی داریم که حین تمرینات و حین بازی‌ها این فشار وارد بر مایچه‌ها رو میتونه کنترل کنه و در واقع طول بازی و طول دوره حرفه‌ای یک فوتبالیست رو افزایش بده. اما در خواننده‌ها این موارد خیلی دچار سهل انگاری میشه و کمتر خواننده‌هایی رو می‌بینیم که نسبت به این وضعیت در واقع
نسبت به این فشارهایی که بر روی سیستم اسکلتی عضلانیشون هست آگاه باشن و با فیزیوتراپیست حنجره، وایس تراپیست و منوال تراپیست مشورت کنن که بتونن این فشارهای وارده‌ای رو که حین تمرینات و حین خوانندگی بر روی سیستم صوتیشون اعمال میشه رو کاهش بدن که بتونن خیلی با فراغت و راحتی بهتری صدا سازی کنن و در واقع طول دوره حرفه‌ایشون رو افزایش بدن.